داداجونش نترسونید؟ آخر گپ زنید چی شده است؟ با کجا میروی؟ داداجون امشب استراحتمون خیلی خوب بود. خیلی وقت بود خیلی استراحت نکرده بودم. سعید لیکن همون دخترک تو را بسیار محکول کرد. یعنی گوش میکردی خوب میشی. کدوم دختر؟ همون یعنی دخترکی که رقص کرده شده بود. تنبله پداری و قراری. خواهرم دخترم غنی و انیسه بعدی صدمه نقلیات او را همینجا آوردند. او در کجاست؟ آی چوجه من تو خدی گپ زده ایستادم. چی با من جنگ کرده ایستادین؟ انا دکتر روید با او گپ زنید. دخترم صحت می شود. برادر شما خودتون را به دست گیرید. آرام شوید. ببخشید التماس گویید دخترم انیسه جان به هوش آمد او صحت می شود. صحت می شود. ما هرچی از دستمان آمد کردیم. خوشبختانه جراحی در سطح بلند گذشت. خدا را شکر. تشکر دکتر. و بسیار کاری خوب شد که دخترتان را سری وقت به بیمارخانه آورد. دکتر من برای نجات دخترم چقدر مبلغی که لازم شود میدهم. برادر گپ در سر پول نه. مرحمت شنید. آن طرفش در دست خداست. او چشم گریه نکن. دکتر گفت که همه‌اش خوب می شود. بله بله آرام شوید. آرام شوید. من شما را خوب میفهمم. برای آنکه در این حالت السلام با بخت بلند شما که انا همین جوان نگریخته سری وقت دخترتون را به بیمارخانه آورد. السلام تقا جان. برای انیسه خوراکواری و غذا آوردم. مرا ببخشید. التماس مرا ببخشید. گوش کن تو چرا در جای آدم گذر ماشینت را اینقدر تیز میرانی؟ خدا گوی که دخترم صحت شود نباشد میدانی گم شو از نظرم. بروی تقا از برای خدا ناخواست شد. از برای خدا میبخشید. در شو گفتم.
اوچهش گریه نکن همش خوب می شود گریه نکن جانم دلم خون بشود گریه نکن اوچهش همش خوب می شود زهرا جان ببین چه خیلی است خیلی زیبا حتی رنگش هم به تو بسیار زیبیده است تشکر جانم طرز دخترش به تو معقول شد؟ البته چرا نه نصیب کند تشکر دوگانه جان انا حقی خدمتت را گیر بار دیگر این کارت رو تکرار کنی من از تو میرنجم آخر تو دوگانه جانی من هستی من چه خیلی از دوگانه جانیم پول گیرم تشکر دوگانه جان فردا حتما به توی من بیا خوب کوشش میکنم خیر دوگانه جان من میروم خداوند به تو بختی سفید دهد تشکر جانم خدا کند تو هم تستر شفا یابی و با تو هم بختی سفید دهد تشکر به تو فیروزه جان خیر دوگانه جان من میروم فیروزه جون کجا اینقدر سر و سیمایی همراه زهرا جان میشیشتید خوراک میخوردید بعد میرفتی تشکر خاله جان در خانه کارهایم خیلی زیاد مانده است خودتون میدونید که فردا توی دارم ها میدونم تشکر فردا حتما بیاید خاله جان حتما میایم با مادرت سلام خوب خیر خیر فیروزه جان خیر بله مرحمت دروید السلام علیکم دکتر اوه حاجی بابا السلام علیکم خوش آمدن شما نغزید زنده باشید مرحمت گذارید تشکر دکتر اگر شما اجازت دهید میخواستم در آمده دخترم رو با چشم خود ببینم مایلش اجازت هست لیکن خواهش میکنم که او رو به سرانجام فهمیدم با آرامی رعایت کنید تشکر قریب فراموش میکردم این مسئولات یکی از کارخانه های خودم دهان شیرین کنید آش شود حاجی بابا این رو با همشیره های من دهید حق اونها رو برده دادم سلامت باشید دکتر رحمت السلام انیسا تو چی شد دخترم داداش ببین انیسا جان دخترکی جانم انیسا تو مرا میشنوی دختری نازی من چی شد انشالله ساز میشوی میخیزی
салом. салом дадаш. چی خیلی خوبی؟ خوب رحمت شما چی خوبم رحمت. کارهایتان خوب است؟ میشود. خوراکی دوست داشتهتان رو تیار کردم. خوب. لباسهایتان رو عوض کنید و سر میز گذارید. من اول رفته دختر جانم رو بینم. مایلش. حاضر. سلام دختر جان. سلام دادا جان. تو خوبی؟ رحمت. میدونی این تورت خیلی خوشمزه است. تشکر به شما دادا جان. حتما میچشم. ای تو جانی من. مایلش تو کارات رو دوام دادن گیر. خوب؟ مایلش. زهرا جان بیا همراه دادت صبحانه خور. زهرا دختر جان بیا صبحانه خوریم. صبحانه‌تون رو میخوردید. دادا جونش آرام شوید. بیاید من به شما کمک کنم. من خودم 24 ساعت تو در همین خانه ای. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ من چند بار با تو گفتم که او رو نگاه کن، دلش بردار، آخر دلش رنجور است. دادا جونش آخر من هم رون استش. رون استش. جونی اوچه همش خوب می شود. فقط تو آبی دیده نریزان. جگری اوچه همش خوب می شود. همش خوب می شود. آرام شد. آرام شد جونی اوچه. آرام شد. آرام شد جونی اوچه. این داروها رو حتما گیرد. خب بعد حالتش رو میبینم. دکتر برای خریداری کردن این داروها کمپیر بیچاره مبلغ ندارد. ما راو دارو خریداری کن. راو مایلش. دارو مرحمت مرحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت حاجی بابا بیاید. شما خوب هستید؟ تشکر. شما چی؟ مرحمت بیاید. تشکر. گذارید. مرحمت حاجی بابا. سلامت باشید. خب احوال انیسه جان چطور است؟ خدا با شکر. زنده باشید. من حاضر یک چای بیارم. تشویش نکشید.
همش خوب است. شما سبب شدید و فرزندم شفا یافت. من میفهمم که این پولها برای خدمت شما آنقدر ارزنده نیستند، لیکن دانید من یک عمر از شما قرضدار و همیشه در خدمت شما هم. حاجی بابا، من به شما یک مصلحت میدهم. خب در شعبه احیاگری یک زن بیکس و تنها در حالت بسیار وزنین قرار دارد. شما این پولها را برای خریداری دارواری به او دهید. چرا نه؟ البته. دکتر، میخواستم فردا به مهمانی به خانه ما بیایید. هم انیسه جان هم همسرم ما خرسند میشویم. بیایید این پیشنهاد را به طور دیگر میکنیم. چه خیل؟ بهترش شما به خانه من بیایید. فردا زادروزی دخترم است. با این بهانه با اهل خانواده من هم شناس میشوید. البته میآییم. پروردگار کریم مشکل هر بنده را آسان کند. الله اکبر. حاضر یه سلام علیکم خواهرم. السلام. این خانه دکتر می؟ بله. دادا جان، مهمان ها را قبول کنید. حاضر. السلام علیکم حاجی بابا. دکتر، شما نغزید خوش آمدید. مرحمت. با چشم همینجا بود از بیایید. مرحمت. السلام علیکم. مرحمت گذارید. مبارک باشد. تشکر. بیاید. سلام. زادروز مبارک. رحمت. مرحمت کن. بیا دکتر جان. بیا جانی من. بیا. مرحمت گذارید. خوش آمدید. راحت باشید. خوش آمدید. مرحمت باشید. ای رحمت. خوش آمدین. بسیار خوشبخت باشم. امروز زهرا جان من 20 ساله می شود. بسیار خوب. مبارک باشد. تشکر. البته هر یک پدر و مادر آرزوی خرسند و خوشبخت شدنی فرزندشان را میخواهند. بله. اما حاجی بابا میدونید مدت 3 سال می شود که ما در لبان دخترمان خنده را نمیبینیم. چرا؟ دادا جانش، همین گپ‌ها چی لازم؟ مهمان‌ها رو غمگین نکنید. ببخشید. نه، همش خوب است. فهمیدن میخواستیم که با دخترتان چی واقعه روی داد. 3 سال پیش در همین روز دختر من همراه همسنفانش از مکتب به خانه می آمد. هنگامی از گذرگاه گذشتنش ماشین او را پخش کرده گریخته می رود. این لعنتی کی بوده است؟ نمیدانم. این لعنتی راننده اگر نگریخته سر وقت او را به بیمارخانه می آورد شاید به دختر من این احوال روی نمیداد. چی کار کردن لازم؟ اکنون یگانه امیدمان همین است که مبلغی کلان جمع کنیم و او را خارج کشور ببریم. دیر شد. تشکر برای تکلیف و مهمانداری کردگیتان. الهی ما کم کردیم و خداوند کریم زیاد کند. الهی به هم امراد و به مقصدتان رسید. خداوند کریم به فرزندتان شفا دهد. گذشتگان همین خاندان را خداوند کریم رحمت کند. الهی آمین. الله ببخشید که شما را ناراحت کردیم. اندیسه جان، با چشم خیزید می رویم. حاجی شما کجا سرسیم؟
صحبتمون باقی عذر میبخشید янга бубахшед ки шуморо нороҳат هیچ кардем. гап нест бубахшед хоҳарҷон. ин чӣ гап шуд? дадаш чӣ шуд? тинҷӣ? огаб мезанед ё не? дадаш огаб занед охир. سه سال پیش همین روز چی شد 3 سال پیش؟ سبیل داداجونش نترسونید؟ آخر گپ زنید چی شده است؟ با کجا می روی؟ هرچی کردی با خود کردی گر همه بدون یک کردی گناهگارم مرا ببخش من گناهگارم
салом алейкум моҷи бобо. Барҳоҷон, салом алейкум. шумо нағз астед? Ташаккур. Тинҷ астед? Ташаккур. Бардам. шумо соз раҳмат. сипоришномаро гузаронде? бале ҳамаш гузаштагӣ. хоҳиши маро иҷро карде? бале бале. ташаккур ҷураҷон. раҳмат бар падар. салом алейкум мизоҷи муҳтарам, чӣ хизмат кунам? хоҳарам, ҳамун маблағе дар ҳисобам бударо диҳед. чӣ қадарашро? ҳамаашро. марҳамат шиносномаатон. ташаккур хуш хоҳарам. омадед, боз биёед. ҷураҷон, раҳмат. раҳмат. саломат бошед. мо ҳама вақт дар хизмати шумо тайёрем. داداجان ببینید من صحت شدم اکنون من راه گشته میتوانم تشکر داداجان صد تشکر شکری خدا